مدتیه که شیخ وقت و بی وقت تو کوچه های بغداد پرسه میزنه و میگرده. گمونم سیاه چشمان بغداد شیخ ما را اسیر و گرفتار کردن. شیخی با این شهرت تنها برای تدریس من و تو که به بغداد نیومده. درسته. بله، تدریس ظاهر کار ایشونه. این قبیل شیوخ هزار سر و سر با عارفان و کاملان دارن که کسی نمیدونه. اصلا تو بغداد عارف کاملی هست که بشه باهاش سر و سری هم داشت؟ بله، بهلول. از کی تا حالا دیوانها عارف و کامل شدن؟ بهلول دیوانه نیست. من خودم با چشم خودم کرامت‌های زیادی ازش دیدم. خب دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، نه؟ راست میگه. من خودم دیدم که یه روز تو گوش خر یه چیزایی میگفت و خر به نشانه این که میفهمه سرشو میجنبون. عجب کرامتی، جل الخالق. تازه اونو دیدن که شبانه ذکر بر لب عرض دجله رو روی آب طی کرده. ببینم اونور آب نظری میدادن که بهلول آبو ندید و از روش رد شد. نه بابا، فقط خدا از حال و کار خلایق مطلع. بله، درسته. شاید بهلول همون عارف کاملی باشه که شوق دیدارش منو تا بغداد کشونده. همه جا و همه کس صحبت از بهلول میکنه، ولی من نمیدونم چه حکمتیه که تا حالا از دید من پنهان. من هم یه روز اونو کنار دجله دیدم. دستشو کرده بود تو آب و ماهیا به شوق خورده شدن مسابقه میدادن که بیان تو دستش. شاید یه تیکه نون تو دستش بوده و میخواسته به ماهیا غذا بده. ها؟ بهلول نونش کجا بود؟ اون آه نداره که با ناله سودا کنه، مرد حسابی. تنها کرامتی که من از اون دیدم سیر کردن شکم خودشه. که اونم البته با لطفی که جناب حاکم بهش داره. این کرامتم از بیت المال سر زده، نه بهلول. این چه حرفیه؟ عارفا که نیازی به پول ندارن، دست تو ریگ بیابون بکنن براشون طلا میشه. بترسید از تهمت زدن بر مرد خدا. مگه نشنیدین یه بار در سفر خاک ساحل و بار شتر تاجری مالباخته کرده و تاجر تو بغداد از هر بار خاک دور دریا بیرون آورده؟ پس بیایم بهلول راضی کنیم یه سفرم با ما به تجارت بیاد. دیگه چرا درس بخونید؟ میگم تو به جای مکتب برو تو بازار بشه. شنیدن یه روزی یه دونه دست از آب دجله بیرون اومده بود و مردم هر کار میکردن نه تو آب فرو میرفته و نه بیرون میومده، تا بهلول سر رسیده و با اشاره‌ای به دست قبول رفتن به جهان اموات کرده. ببینم تو این حرفای عجیب و غریب و از کی شنیدی که ما تا حالا نشنیدیم؟ راست میگه. دیگه بس کنید، کار داره به افسانه میکشه. این مهملات و جلوی شیخ نگید که سرفکنده و خجل میشیم. سرفکنده کسیه که ندونسته کرامتی رو به جاهلی نسبت بده. صحبت از کدوم عارف کامله؟ جناب بهلول، دیوانه معروف بغداد. باید دید حکمت دیوانگیش در چیه که این همه بحث و جدل برانگیخته. شیخ بزرگ، حرف این شاگردای کند ذهن و جدی نگیرین که حرفشون نشانه زیاد شدن دیوانه‌های بغداده. بله، بهلول نه عارفه و نه کامل. اون مجنونیه که وقت خودشو به بازی با کودکان کوچه و بازار تلف میکنه. پیامبر اسلام هم با کودکان هم بازی میشدن. من میخوام این بهلول رو ببینم. اون خونه و جای مشخصی نداره. اون آواره کوی و برزنه. میشه اونو تو قبرستون بغداد پیدا کرد. از وقتی که جناب قاضی در حال ساختن مقبره شخصی خودش تو قبرستون شده، خلوت اونجا رو به هم زده و بهلول از قبرستون رفته و در کنجی بس نشسته. خلوت نشینی هم به کرامات نداشتش اضافه شد. ببینم تو میدونی الان کجا میشه بهلول رو پیدا کرد؟ دیروز اونو تو بازار دیدم و امروز جلوی مسجد. حالا که از نظر تو غایب نشده اونو پیدا کن و با احترام شوق منو برای دیدار و مصاحبت با او بهش برسون. عجب گرمایی، مغز آدم داغون میشه.
هر کی میگه بهلول دیوونه نیست بیاد و ببینه. آخه تو این آفتاب میون بیابون چی کار میکنی ها؟ به جستجوی عقل تو اومدم. اونی که داغی آفتاب عقل از سرش برده تویی، نه من. بهتر. حالا اگه ادعای خلافت بغداد کنم کسی به من خورده نمیگیره. بینوا شیخ ما که با اون همه مقام خواهان دیدار دیوانه‌ای مثل توه. بینوا بهلول که هر دیوانه‌ای خواستار ملاقات با اونه. شیخ ما چنان آوازه‌ای داره که مشتاقان برای دیدار اون روزها به انتظار میشینن. بدا به حالش. آیا این دیوونگی نیست که درباره کسی که هیچی ازش نمیدونی قضاوت میکنی؟ برای دیوونگیش همین بس که اخلاق حاکمانو داره. برو به شیخت بگو شوق دیدار خود طالبو به راه میکشونه، نه شاگردشو. اونایی که عمرشونو در کسب مال دنیا و تجملات اون صرف کردن از مرگ میترسن، وگرنه اونایی مثل من که صبح تا شب مشغول عبادت و رسیدگی به کار مردمن و دست به مال حرام نمیزنن و حق و ناحق نمیکنن، چرا باید از مرگ بترسن؟ منی که مال و جان و آبروم و صرف اجرای عقل و عدالت کردم، سب و چار آرزوی دیدار حق دارم. جون شما مرگ از انعامی که موقع صدور حکم ناحق به آدم میدن شیرین تره. کجا جناب قاضی؟ من نمیدونم به عذاب کدوم گناه مجبورم هر روز با بهانه و بی بهانه این دیوونه رو ملاقات بکنم. دیوانه؟ بیاین تا وقت ارزشمندمون رو با مزخرفاتش تلف نکردیم از اینجا بریم که کسب علم در محضر شما با ارزش تره. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب قاضی، این دیوونه پشت سرش هم چشم داره. جناب قاضی، پیغام مهمی دارم که باید هر چه زودتر به شما برسونم. زودتر پیغامتو برسون و شرتو کم کن. ما کارهای مهمتری از هم صحبتی با دیوانه ها داریم. مطلب خصوصی جناب قاضی. اگه مطلب خصوصی بیش از این مصدع اوقات ما چیز پنهونی از کسی نداریم، حرفتو بزن. از قبرستان براتون پیغام مهم میدارم. میبینم که هر روز بیشتر به اموات نزدیک میشی و تو از زنده ها دورتر. از زنده یا مرده زودتر پیغامتو برسون و بیش از این مصدع اوقات شریف ما نشو. بگو. باشه، هر طور میل شماست. کارکنان مقبره زیبایی که برای خودت میسازی پیغام دادن که به لطف خدا همه کارها به خوبی انجام شده و مقبره حاضر. وقتی همه چیز مرتبه ضرورت این پیغام کجاست که نمیتونستی تا فردا صرف بکنی؟ آخه مقبره هنوز یه چیزی کم داره. خب چی؟ وجود مبارک جنازه شما قربان. عجب دیوانه نکته سنجی. از من میشنوید؟ اونقدر تأخیر نکنید که باد و بارون زیبایی اون عمارت رو از بین ببره. ببینم تو همیشه از قبرستون خبر میاری؟ این مرده سرگردون ساکن قبرستونه. چرا اونجا؟ به خاطر علاقه‌ای که به جناب قاضی و شنیدن قصه های ناگفته از ایشون دارم. آخه نیمی از اموات به حکم و نیمی از دست جناب قاضی ساکن قبرستان شدن و از ایشون قصه ها در یاد دارم. منم سوالی دارم که مدت‌ها ذهنمو مشغول کرده و حالا که بازار سوال و جواب داغه، با اجازه شیخ از تو میخوام که راهنماییم کنی فیلسوف قبرستون. چی شده که جناب قاضی قصد مشورت با آدمیانو کردن؟ اتفاقا این مورد مربوط به مصدر خروج جانورانه. تجربه آدمیان به کار حیوانات هم میاد. بفرمایید قربان. سگی در بین دو خانه نجاست کرده و صاحبان خانه کراهت دارن از تمیز کردن مواد و کار جدل را به محکمه کشاندن.
از صاحب خانه‌ای که نزدیکتر است بخواه تا معبر را پاک کند. مشکل این است که فضله سگ درست در میان دو خانه واقع شده. در این صورت اموال عمومی است و تمیز کردن آن به قاضی میرسه. در این امر خیر شتاب کن جناب قاضی که از فضیلت فضله تازه سگ بی نصیب نمونی که تنها همین برای تو. دیوونه بی ادب سگ. دیوانه باهوشی قربان. ببینم نام این دیوانه چیه سرور؟ بهلول. بهلول؟ بله بهلول، اون مشهورترین دیوونه بغداده. حالا کجا داری میری؟ میرم تا از مشهورترین دیوونه بغداد پندها بیاموزم سرور. برو که لایق همصحبتی با همون دیوونه ای. منو بگو که به تو از کراماتم میگفتم. ندیدین که بهلول دیوانه از کدوم طرف رفت؟ اگه منظور جناب بهدوده از اون طرف رفت. بله جناب. شما ندیدین بهلول نه جناب بهلول کدوم طرف رفت؟ برو به قبرستون. جناب بهلول. من از تو بسیار شنیده بودم بهلول و مدت هاست که خواستار دیدار تو هستم. تو همون شیخی که تازه به بغداد اومده و شاگردان و بیشمارشو به جای تحصیل به دنبال دیوانگان بغداد میفرسته؟ بله همونم و مشتاقم کلام تو رو بشنوم و از تو بیشتر بدونم. مشتاق دانستن کدوم مطلبی؟ ابتدا تو نکته‌ای بگو تا بدونم که بزرگی رو به کدوم علم کسب کردی. از چی بگم بهلول؟ از سایه. از سایه. وقتی که آفتاب در اوج آسمان و بالاترین حد خود قرار داره سایه به درونت میفته و در تو نیست میشه، اما آفتاب که فرود بیاد سایه آنچنان از تو دور میشه که خودشو مستقل میپنداره و این اصل رابطه شاگرد و استاد. حالا نوبت توئه که چیزی در اندازه من بگی. سخت میاندیشی و سخت‌تر به زبون میاری و چنان در فلسفه غرق شدی که بعید میدونم از نیازهای روزانه خودت چیزی بدونی. منظور تو نمیفهمم. آداب خوردنو میدونی؟ اول یاد خدا کرده از مقابل خود لقمه های کوچک بر می دارم، به طرف راست دهان می گذارم و آهسته می جوم. به لقمه دیگران نظر نمی کنم، در موقع خوردن از یاد حق غافل نمی شوم و هر لقمه ای که می خورم شکر خدا را در آن به جای می آورم. همه رو گفتی جز اصل کار. اصل کار دیگه چیه بهلول؟ آداب سخن گفتن میدونی؟ سخن به اندازه باید گفت و به حساب و به قدر فهم شنونده و نه چندان که خلق خسته شوند. عجیبه که با این همه طالب سخن گفتنم نمیدونی. خب اگر اشتباه گفتم تو اصلاحش کن بهلول. از آداب خوابیدن چی میدونی؟ من آداب خوابیدن رو دیگه نمیدونم و میخوام شما به من بیاموزید. آها. در وقت خواب دل از کینه و حسد خالی کن و در ذکر حق مشغول باش. بمان بهلول،
آداب سخن گفتن را هم به من بیاموز که شاگردان زیادی دارم و بیش از همه به دانستن آن محتاج هستم. سخن باید در راه رضای خدا گفته بشه و خالی از غرض و مطلب دنیا باشه. جز این باشه سکوت بهتر از اونه. آداب غذا خوردن رو هم به من بیاموز که روزی 3 نوبت به اون مشغول و نسبت به چگونگی اون جاهل هستم. اصل در طعام اونه که لقمه حلال باشه که حرام سبب تاریکی دل میشه. خداحافظ. خداحافظ. اگر این مرد دیوانه است پس ما چه هستیم؟ اصل در طعام اونه که لقمه حلال باشه که حرام سبب تاریکی دل میشه.